من به عنوان یه ایمونولوژیست سرطان اگر سابقه بیماری‌های مزمن رو تو خانواده‌ام می‌دیدم چیکار می‌کردم؟ یعنی اگر می‌دیدم چند تا از افراد خانواده دور یا نزدیکم بیماری‌های قلبی عروقی گرفتن، سرطان گرفتن، بیماری‌های خودایمنی گرفتن و خیلی از بیماری‌های دیگه که همتون می‌شناسین، چیکار می‌کردم که ازشون پیشگیری کنم؟ دیگه نذارم تو بدن من ایجاد بشن. سوالی بود که اتفاقا یکی از دوستایی که از طریق همین پیج باهاش آشنا شدم از من پرسید. دوست داشتم جوابی که به ایشون دادم و با شما هم به اشتراک بذارم. در درجه اول که خیلی هم مهمه، تو سن پایین زیر نظر یه متخصص مرتبط با اون بیماری قرار می گرفتم. کسی که کامل سابقه ژنتیکی منو بدونه، سابقه بیماری‌های منو بدونه و از آزمایش‌های من خبر داشته باشه و با اون متخصص چکاپ سالیانه حتما انجام میدادم. در درجه دوم آگاهی خودم رو نسبت به این بیماری زیاد می‌کردم. یعنی تا جایی که میتونستم میرفتم منابع معتبر پیدا می‌کردم تا بیشتر با عوامل این بیماری آشنا بشم و با روش‌های جلوگیری باهاش آشنا بشم. در درجه سوم حتما تست‌های ژنتیک انجام میدادم. حالا من شنیدم تو ایران هم چند تا آزمایشگاه هستن که این تست‌های مرتبط با بیماری رو انجام میدن و بتونن این سابقه ژنتیکی منو بررسی کنن که ببینن احتمال این بیماری‌ها در بدن من چقدره. و در درجه چهارم حتما از عوامل مرتبط با این بیماری‌ها تا جایی که میتونستم دوری میکردم. یعنی مثلا اگر که سابقه بیماری‌های قلبی عروقی یا سرطان رو میدیدم، مشروبات الکلی و دخانیات رو کامل دورش خط قرمز میکشیدم. یا اگر بیماری‌های گوارشی یا سرطان‌های گوارشی رو تو خانواده‌ام می‌دیدم، به هیچ عنوان فست فود و گوشت‌های فرآوری شده استفاده نمی‌کردم. این به نظرم 4 تا راه اولیه‌ای که می‌تونین احتمال این بیماری‌ها رو تو بدن خودتون کم کنین و اینکه با چکاپی که انجام میدین اگر خدای نکرده اینا دارن اتفاق میافتن، خیلی زود بتونین از پیشرفتشون جلوگیری کنین. در آخرم مثل همیشه خواهش می‌کنم هیچ محتوای سلامتی رو بدون منبع و راحت باور نکنین. خیلی مخلصیم.